الو میشنویم شما رو، بفرمایین. میشنوین کامرا؟ بله بله. اما یه چیزی گفتنی مکا. خب این پیش از من زنگ زدن، هم یه زنک زنگ زد بسیار طرف دولت ناراضگی بیان کرد. همین شما را مراجعت کرد که همین کاغبوت شما همین پرابلم را ریشت میکنین. نه اون مراجعت ما رو نکرد است برادر. او درد دلشه، منبر آزاد درد دلشه گفت. ای خوب مایلکا. همین مقصد شما از چی برات است؟ همین آدم ما را زنگ میزنن، آدم ها شما را درد دلشون نگفتی شما. مردم بالاخره خسته میشوه، راه پیدا نمیکنه، درد شه بگه، غم شه بگه، رنج شه بگه، مصیبت شه بگه. هیچ کسی نیست که درد این مردم رو بشنوه و بالاخره منبر پیدا میکنه که باید دردشون بگن، دلهاشون خالی کنه. خب خوب شنویدم اکا شما را. اکا شما کی دیدید همون دل وای شگفت خودتون که درد دل مردم ها گوش میکنید؟ ما یک واسطه هستیم که یک واسطه هستیم درد مردم به مقامات میرسونیم که شما کور و کر باشین، یک بار بدروین درد مردم در این منبر بشنوید. تلویزیون و رادیوهای شما افسانه میگن، اینجا مشکلی مردم دیگر جای است. خب با چی؟ مالی همون اوز گفتی شما کی در این مقامات در میرسونیم. خب همین شما اگر با گفتی خداوند اینای اویله در یک پرابلم کشید، همه به طرف که سرور یعنی اویله پرابلم را ریشت کنه. اوز شما مرا بگین که کدام اویله کدام دولت پرابلم نداره. اینای مثال عادی ما دولت حساب مثال عادی اویله را بگیم پدر سرور یا اویله است. همین کدام اویله پرابلم اویلوی نداره؟ کدام اویله؟ شما مرا مثال آورده میتونید؟ بله، پرابلم ها برادر عزیز گوناگون میشونه. در یک خانه پرابلم اقتصادی است، در یک خانه پرابلم دینی است، در یک خانه پرابلم فرهنگی. همه مشکلات ها برابر نیست. قبول داری یا که نه؟ قبول دارم که من شما را رحمت با همین جوابی دادگیتون. اما که گوش کنیم مرا که همون خیلی که اویله که است، همه اویله پرابلم اخچه من برات گفتم که همه اویله یک نمود مشکلات نداره. بعضی اویله ها بعضی پدرها ما هم یک بگیم اگر سرور ما پیشوای ملت منای انا که همه چیز همون خیلی کدام دولت اثبات میکنه که همه چیز که یک نمود هم خیلی اگر نمیتونه پس باید که همه را نظارت نده، همه را یک دقیقه هیچ یک دقیقه روسیه فدراسیون کلون ای در فدراسیون روسیه این پرابلم هست. اون میرسه امریکا است، امریکا همه کلانترین همه شتاتو را داره. امریکا یا نمود امریکا رو برخو و تصور شده میکنه. یک دقیقه مرا میشنوی؟ گوش که برادر عزیز یک دقیقه امریکا در خوندگی مماگیم چطور من نمیدونم مرا گوش که اگر خوندگی باشه که دیدگاهی تو همین قدر باشه، خب در سری او امریکایی که ترامپ تعلیم کرده بوده است. فهمیدی؟ یک دیدگاهی که خودت میگوی من در امریکا خوندم آمدم، امروز حکومت رحمانوف و برادر به کشور امریکا داری الکه برادر عزیز همون خطا اثبات کرد که چند قدر خونده بودستی. میفهمی؟ بعد ما گوش کشتم گپ زنی. یک حکومت رحمانوف میگه که رحمانوف به همه نمیرسه، او میرسه او پرابلم او است. همه کارا در یگام دنیا روبر کشور نمیکنه. روبر کشور یک واسطه است که شاخه ها را جدا میکنه. امنیت، پلیس، اقتصاد، فرهنگ، دین، مدنیت، اخلاقیات، اکونومیکا، بانکداری. این وظیفه رهبر کشور است که کادرهای متخصص در آن بخش بمانه، بخش مشکلی نمیشه. امروز در وزارت‌های ما در همه جا فساد، امنیت در فساد، پلیس در فساد، اقتصاد در فساد، علاقه در فساد، مهاجرت در فساد، همه حالت در فساد است. گناه سری پدر است یا که سری من؟ انا که فهمیدم که آواز من شما را اگر هم که خب بستم شما تمام همه جا را فساد گفته رفتم میگیرید. همین شما مرا یک چیزی مرا جواب بدین که همچون شما خودتون کینو کردین در اینترنت برآوردین ما این نمیخیلی کو کدام مردم تاجیک همین شما مراجعت میکنه همچون تاجیک پرابلم همون تاجیک حل کنه تونستین شما. این همین با میگم کو برادر عزیز تو همین فهمیش داری که
ما گویا که کدام ساختار هستیم باید پروبلم مردم حل بکنیم. میبخشی ما نه قرضدار هستیم نه بیدهکاریم با اون گپا، نه ما یک شهروند تاجیکستانیم. دلم برای این ملت، این مردم سرزمین بیچاره مظلومین میسوزه. بلند شدم کسی که حق گپ زدن نداره، کسی که گپ زدن نمیتونه، کسی که دردش به جای نمیرسه، من واسیده هستم که از بری همه گذشتم گفتم ای برادر ما در بری توم درد داری بیا اینجا گپ زد من درد میرسونم. کسی که دردرسی مردم، کسی غم مردم میخوره، من برای او خطاب میکنم با زبان خودش که ای سفیر احمق، چند روز پیش در رادیوی آزادی بلند شدی گفتی بلیت هواپیما 24,000 است، امروز شکایت مردم از 54,000 است. آیا تو با کدام دیدگاهت فهمی شد عقلت مدنیتت مردم غارت میکنی در سختترین شرایطی که مردم قرار داره؟ آیا جنایت میکنم؟ سلامت باشی.